سلام دوستان عزیز، خوش اومدیم به ویدیو از کانال تست گیم. بچه ها امروز اومدم سه تجربه فوق العاده گاد کین 44 برای شما به اجرا بذارم. بچه ها این سه تجربه واقعا عالی، خودم تستش کردم، تجربه فوق العاده گادی هستش. خب دیگه حرف بسته و قبل از اینکه بریم سر ویدیو لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم فعال کنین. خب بریم معطلی بریم سراغ ویدیو. بچه ها اولین اتشمنت گاد خفنمون این اتشمنت که مخصوص کسایی که فقط میخوان موبیلیتی داشته باشه، سرعت بالا بدن. خب اشمینش واقعا خوبه واسه کسایی که میخوان موبیلیتیش باشن. خب بچه‌ها الان من ویدیو کات میکنم تا بریم داخل بازی. بچه‌ها ادامه ویدیو. بچه‌ها نکنین چه زومی داره لامصب، اصلا لامصب. خب درسته. الان می‌ریم یه تست میکنیم. بچه‌ها واقعا گاده به خدا، یعنی واقعا دیگه است. من میگم آقا این اتشمنت رو امتحان کنید، واقعا چیز دیگه است. این اتشمنت حرف نداره، فوق العاده است. اتشمنت من خودم با این اتشمنت بیشتر حال میکنم. راهونی حالا اگه از رایدی میخوایم بزنیم نقطه زنیش که واقعا خداست. با این موبیلیت، با این کنترل کم اینقدر موبیلیتی دیگه آخرش واقعا. خب حالا میریم تست هفایه. نه زیاد هفایش خوب نیست، زیاد خوب نمیست. خب باید ولی فقط بشه برای زونه، برای زون گرفتن. ما رو ولکو با این ناف کردن دیگه. نه هونی نه اصلا خوب نیست. ولی هفای من اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم، ولی واسه زون واقعا این چیزی خفن. نه هونی اصلا نقطه تر از این تو این دنیا بود. خب بچه ها میریم برای اتشمنت دوم. خب بچه ها اینم از دومی اتشمنت. این باشه اتشمنت متوسطه، هم خوبه هم خوب نیست. من نمیدونم، حالا باید بریم با هم یه تست کنیم تا بفهمیم. عکس بگیرین. خب بریم بچه ها، رسیدیم ادامه ویدیو. بچه ها این تست زونشه، حالا بریم تست نقطه زنیش. نمونیم بازی یه چیز خفنه واقعا. نقطه میزنه. بابا اسکین مگاسین داره. بچه من همیشه این اسکین میگم اسکین افغانی نمیشه، ازش خوشم میاد. بازی پروندنم من زیاد به حال نکردم اصلا. حالا شما اگه دوست داشتین این بار امتحان کنید. فقط اون اولی خیلی خفن بود. حالا بریم تست هفایه. ولی هفایر اینی کم بهتر است واقعا. عالی، هفایش بهتر از اونه. خب بچه بریم اتشمنت آخر و بازی تموم کنیم. بچه این اتشمنت آخره، بریم با هم دیگه تستش کنیم. خب بچه رسیدیم ادامه ویدیو. هم بازی شروع میشه. خب بچه این زومشه، از اولی دوم یکم زومش کمتره، ولی ببینم نقطه زنیش چجوریه. فوق العاده است، نقطه زنیش فوق العاده است. گاد خفن، ایزیه، ایزی. گان خوبی واقعا، یه زمانی اوج داشت بزن. بچه ها اوه عجب شاتگان پلیر هم داری. یه نفر دیگه هم بزنی. آیه تست هفر بزنی. اصلا برای کین 44 نمیگم، هفر واقعا خوب نیست. نمیشه ولی کین 44 اصلا هفرش خوب نیست اصلا. هیچ اصلا هفرش خیلی خرابه. خب بچه ها ممنونم که تا اینجای ویدیو همه ما بودید.
لایک و سابسکرایب بهتون نره. لطفا ما رو حمایت کنید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.